گایز چه خبر؟ ببین من بچه مریضم، از زیر سرم پا شدم اومدم فقط ویدیو بگیرم. حالا با اینو کار نداریم، برام دعا کنید ایشاله که مردم. اداکاری گفتم گو نخور آقا. سلام. به واسطه امیر اومدیم کال آف اینفینیتی. من خب بازی رو حدودا یه از شاید روز عرضه دارم بازی میکنم، ولی حالا بعد امیر تا اولین باره که بنده خدا داره بازی میکنه. اولین بار که یه دو سه تا مچ رفته، ولی این لول هم این چیزه به خاطر که ماهی بچه‌ها من بازی کرده. میگم ببینید اینجا ما 5 تا مپ داریم. برای امیر اینا قفله. حالا برنامه چیه؟ ما میخوایم هر کدوم از مپ‌ها یه باس خیلی قوی دارن، یه باس خیلی سگی که اصلا خیلی سخته بهش رسیدن، و هر کدوم بکشی یه کلید بهت میرسه، میری توی مپ‌های بعدی تا مپ آخر. و خب بیشتر از این توضیح نمیدم. دانیال بنواز. نه چرا تیتراش؟ All my fellas, all my fellas, all my fellas, all my fellas, all my fellas. خب بچه ها ما اسپان شدیم. آی چه سلام. زد خوش شد. سلام امیر. مانی سلام. سلام. بیبو خب شروع کنیم. عرفا دوستان سرخو من امیر بکنم کشته رو شد. عرص زبان. یعنی امیر فقط مایه سر و صداست تو اوج ویدیو همیشه. نه برو پول بیاریم بزنیم باز کنم. نگاه شوگر ددیش هم مرد کسه. شوگر شادو. شوگر مانی که مانی میدوست. تو چقدر نمکی کونی. استعلام میگیرن چیه قسم؟ 10 تا خوب بیف زدم منو زندم، صندلی شاگرد فقط بودم بزن دو فاشون میخونم با این که زشتم، منقر روز زدم روش گوش قرمز دکتر پای بیف زدم. What the fuck امیر داداش راند سیم. بچه گیو پیدا کردیم. کف شیشلی پرستارم میگه دو که فشارت بالاست مثل دفاری میزم، ولی دو که نیرینگی بازت میکنم پولشو میدم جیرینگی رم میگه دکتر سروش مثل سی به یه گوت گوش میدی تو چه فیلینگی دست با کوش. ببین یا الان در امیر فرار کن. فرار این بیرام این بچه ها امیر رو نگاه کنید. امیر داره همینجور راش میده تو حالت عادی. این باعث میشه که اگه از بک حمله کنن بخورنش. شما هیچ وقت راش دارید یه گوشه باعثی که بک بهتون حمله نکنه. من بخورنه. امیر 1000 بدم فشار بدم. نه 1500 فشار رو بیشترش بدم. نه 2 تومن بدم جرت بدم. 2000 تا بسته یا عشق راجبی چک چطور؟ چه که چی دو زمان تا بگید نه 2 تومن میلیون هم نه میلیون. چی میکشه؟ هر چی بودم هری واه شوانگی را که باری باشه. من که موزیک رو به علمت‌های مختلف قطع کردم. خب بیرا اصلا اشاره به چیز اصلا دانیل امیر از چیز خوشت میاد؟ من نبودم از بازی های شهر بازی خوشت میاد؟ آره دنبال من بیا. اوی پاشو بیا. این چی من ابیلیتی مارک کرده بایی پاشو خب بیا پیش من مرد. ها احمد میری بیا بیا قبول سیگار من خیلی بهتر از من چون لول اپ میشه میخرید. یا میگم اینجا مردی که بابا یه دقیقه اینا رو نزن. بچه رنکاپ شدم. فشار بخورید رنکاپ شد. بیا سوار این شی. بیا بریم بازی کنیم. سعی بوی
داریم میریم توش. داریم میریم توش. گوشم سوش دارم. داداش خب راستی ها رو تو بزن، چپی ها رو من. من خیلی درست. داداش خب راستی ها رو تو بزن، چپی ها رو من. داداش خب راستی ها رو تو بزن، چپی ها رو من. اوه اینجا سرسده. داداش خب راستی ها رو تو بزن، چپی ها رو من. همین دور باید بزنم بشه دلت هم بخواد به این خوشگلی. اون چه از ماه چه جذاب. بعد خود میشه برم. بیا کی برات اینا رو میگه؟ فهم من. دابل هدشات. یا شوتو پاک علی میکنه. زود کن. آقا که بسجام. من شلوار پلنگی من همه منطقه جنگ فقط تیر و تفنگ رگبار فشنگ. این دره آخری هم وا کن دیگه، کاریت ندارم. مانی مثل این مامان هست ما بچه رو ترسیم. نکنی تو خود تب. چک. بچه اگر با اینفینیتی حال کردید حتما به اون بگید تا بخش مولتیش هم بریم و همدیگه رو بزنیم و بخندیم. نه داد امین اینجوریه. برو خدا حال نکنید، خواهش میکنم حال نکنید. نکنی. الان فکرم باز چه داره؟ آره عشقت داره میادنی. امیر داداش هر وقت وای، خودی گام پکمان کنی این ساعت داره با دهنش ور میرم نم که این میخواد ببنده که هم داشت برم. سریع بر رد شد. این زامبی راحت از دهنش از برا ما مشکل با ما خصومت شخصی داری با هم؟ امیر داداش میخوای گام پکمان کنی یا نه؟ چرا که نه؟ پس برو به اون میدونه وارد شی. آفیده که منم باید میام به بچه یاد بدم. آقا بیا من رفتم من فقط خدا به 5000 تا خب پولم همچنان من که هیچ پول ندارم. بچه اینا خیلی جورتر به درد میخورن توی اون گیم پلی که گان خوبی رو پکمان کرده یه توی گیم پلی که در آینده نشونتون میدیم بهتون میگیم این گان این ابیلیتیه که من آزاد کردم به درد میخورن. خیلی ابیلیتی مهمی هم اصلا تو طول بازی. همین با پکمانچه نزنی یا به خاطر اینکه تیرش محدوده حیوان. دوباره گرفت. آره ولی باید 4500 تا بدی. من چی دارم دیگه؟ داداش خب گان دومه، برو اونو بخر. برو گام بخر. آره ولی تو برم میمیرم به تو. بیا عوض از میدون بالا بیا. خب حیوان که من دارم یه صد پاک بچه همین شیشه باجی من زامبیه در خودمون بگیرم دارم امیر رو نجات میدم. داشتم باجی حس رزیدنت ایول 4 رو دارم قشنگ. من لیونم تا الان اشلی. نه خب شما داداش اونجا داریم یه چی گانی بخری در بیارم. اون گاره نمیتونم این بخرم. نداشت اون پک پانچ شده دیگه. اونو بعد 4500 بدی الان. دنبال من بیا. دنبال من بیا. ایگان این بالا هستش جو اول فرد. بیا ببرمت گان بگیری داداش. گان خوب بهت بدم. پاشو بیا. تو سر فضایی میبینی؟ آره این چیزی که الان اوپن کردم. بیا اینو بخر. کالاشینکو امیر خداحافظ. خداحافظ.
منو تنها گذاشتی. رفتم اون بر بچی تیرم داره تموم میشه. امیر چه خبر؟ سلام داداش، چطوری دایی جان؟ موزیکو گرفته خیابونا رو نبا بذاریم جا پولا رو ما کف ایرانیم و بچه تورانو رو پولی در نیار رد و خوبارو کی میگه رپ که نداره پوزو اونا چاقالم مماری و پوزو میزنیم سالوت دورمون نوز کده این نمیکنه تو رو میگوز همه رپ کنن آها من زامبیار میکنم، خیلی قویم بازم میزنم. ای عجیبا دابل تست گرفتی؟ زامبیار میکنم، خیلی قویم بازم میزنم. امیر نمیدونم بهت من دون نجاتت بدم یا نه دایی جان. داداش ناموسم بیا من کجا دان شدی؟ بیا. دقیقا چیزه اون کنار اون چیزه اون ترنه. بیا بود کسی دورته؟ نهیش بیا بله دارم میبینم هیچ دورته. وای همچنان هیچکی دورم نیست. من که میام یه 12 نفر میزن سرم. دور من نیستنی، اون دور تو هنی. دور من نه اون بر بودم. کلا قصدمون فام بود. یه ویدیوی جدی فان تو راهه، قراره بترکونیم. یه ویدیوی فوق العاده خفنه و دارم بذارم خفنه. یه ویدیوی افتضاح عالیه و 3 نفره است، منتظرش حسابی باشید. الکی هایپتون به هیچ عنوان نمی‌کنم. امیر تا صحبتی حرفی حدیثی داشت؟ نه امیدوارم بچه از ویدیو لذت باشن، صحبتی همش پیرمرد میگیری. آره خب بچه‌ها ما میریم. داش پیر اعظم میاد قطعا سر این حرف قرار فوشم بده. پس تا ویدیو بعدی دد اسکواتس گو. درود به همه کوچولو موچولوهای توی خونه، فرق نمیکنه چه 5 سال چه 10 سال چه 25 سال، همه تون برای پیرمرد که من باشم کوچولو حساب بشید. پس خوبید من چطورید بچه ها؟ امیدوارم که هر جا که هستید حالتون عالی باشه و به سلامتی. باز یه ویدیو جدید، خوشحالم که چنل افتاده روی غلطک و داره جلو میاد. خب متاسفانه برای این ویدیو خیلی حرف زیادی برای گفتن ندارم، همون حرفای همیشگی. لایک و ساب و کامنت، مخصوصا چون کامنت شما به ما کمک میکنه. کامنتتون باعث میشه که ما باگای چنل رو بفهمیم و حلشون کنیم. پس کامنت یادتون نره عزیزان دل. همین اگه علاقه دارید بیشتر از ما ببینید ساب یادتون نره و اگه خوشتون اومد از ویدیو اون یه لایک هم برای ما بذارید، ما خیلی خوشحال میشیم و انرژی میگیریم. واقعا شاید بگید آقا مثلا 2 تا لایک 3 تا لایک، این 3 تا لایک مثلا چیکار میخواد بکنه؟ ولی واقعا باشه اون 3 تا لایک خیلی انرژی بهتون فکرم یه سریتون درک کنید. ولی اونایی که نمیدونن واقعا اون 3 تا لایک هم 3000 تا لایک برای ما در حال حاضر ارزش داره. همین امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشید. کوچولوهای توی خونه.